بنا به شکست و پیروزی هایی که در داخل سنگرها با وجود آمد، عده‌ای از جوانای آگاه و عده‌ای از علمای مجاهد و عده‌ای قماندان‌های با تدبیر و با حکمت که خداوند هدایتشان کرده بود، مسائل را از جریان شکست و پیروزی‌های جنگ چه کردن؟ آموختند و به این نتیجه رسیدن که جنگ دشمن یک جنگ چی است؟ عالمانه است و ما که طرف دشمن هستیم و مجاهد هستیم، جنگمان باید جنگ چی باشه؟ عالمانه باشه. چی باشه؟ عالمانه باشه. و خداوند جل جلاله امر میکنه که من اعتدى علیکم فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدى علیکم. دشمن آن طور که تجاوز کرده جواب تجاوز بدید. دشمن با جنگ منظم داخل افغانستان آمده، با جنگ منظم دشمنش بدید شکست. دشمن با حزب واحد سیاسی و رهبری واحد نظامی داخل افغانستان آمده، تو با حزب واحد سیاسی و رهبری واحد نظامی دشمنش بدید شکست. در غیر زبانی که دشمن با تو می جنگه، زبانی مثل خود زبان دشمن نداشته باشه، دشمن شکست دادن میتونی؟ نه. دشمن منطق جنگیدن داره و تو منطق صلح داشته باشه، دشمن از افغانستان کشته میتونی؟ نه. دشمن هرگز از اشراریگری، از جنگ‌های داخلی، از چگونه از پاکستان پول آوردن، از چگونه بزکشی کردن و زنگ گرفتن، از این رمزی شکست داره؟ نه. وقتی که دشمن نقطه علمی قضیه را در افغانستان تشخیص کرد، او زمانی است که فهمید که دیگر اسباب عالمانه مقاومت با ما در داخل افغانستان در سنگرها چی شد؟ چی شد؟ و فشارها را بالای نقطه چی کرد؟ شروع. دشمن جنگیده آمده، ما تو جنگیده میکشیم. و این شعار زمان تطبیق میشه که اسباب کمک خدا را بگیرید. و او اسباب کمک خداوند در جنگ های امروزی چی است؟ مراحل جنگ. چه؟ مراحل جنگ.